برای دیدن ویدیوی بحث‌های ادامه دار، موقعی که مسلما این ویدیو به دنبال هم درست شده، بنابراین موقعی که ویدیوی دومی رو میبینید ممکنه خیلی مطالبش رو متوجه نشین. بهتره که ویدیوی قبلیش رو مثلا شماره یکیش رو دیده باشین. این بحث لگاریتم ما هم الان ادامه داره، پس بهتره که ویدیوی قبلیش رو دیده باشین تا مطالب این یکی ویدیو رو بهتر متوجه بشین. برای این قسمت چند تا مثال قوانین لگاریتم رو خدمتتون میگم و چند تا مثال در موردش حل میکنیم. قوانین لگاریتمشون اول هستش لاگ، اگه داشته باشیم لاگ x به علاوه لاگ y باشه، اینو میتونیم به شکل بنویسیم لاگ، میتونیم دوتا لاگ رو بکنیم یه لاگ x ضرب در y، x ضرب در y، اینجوری میتونیم بنویسیم. یعنی اگه علامت جمع این وسط باشه لاگ x به علاوه لاگ y باشه، میتونیم بنویسیم لاگ x به علاوه y. اگه این وسط علامت تفریق باشه، یعنی اگه لاگ x منهای لاگ y باشه، اون وقت میتونیم بنویسیم دوتا لاگ رو یکیش بکنیم، می‌نویسیم لاگ x تقسیم بر y، به این شکل نوشته میشه. پس یادتون باشه اگه این قانون این یکی از قوانین به اصطلاح لگاریتم، اگر لاگ x منهای لاگ y باشه به صورت لاگ x تقسیم بر y می‌نویسیم، اگه لاگ x به علاوه لاگ y باشه به صورت لاگ x ضرب در y می‌نویسیم. و لاگ پاور هم داریم، به اصطلاح قانون پاور هم داریم، اگر لاگ x به توان m رسیده باشه، اون وقت این m از اینجا به حالت حاصل ضرب نمیشه، میشه m ضرب در لاگ x، یعنی از حالت توان در میاد به حاصل ضرب تبدیل میشه. این سه تا قانون در نظر داشته باشین و حالا یه سری مسئله حل میکنیم تا اونجایی که بتونیم اینا به اصطلاح روشن‌ترش بکنیم. ریاضیات فقط با انجام دادن مثال‌های مختلفه که خیلی بیشتر آدم متوجه میشه. به خاطر همین مسئله ما میایم حتی اونجایی که میتونیم تعداد مثال‌های بیشتری حل میکنیم. در این مثال داریم لاگ 4مون مثال لاگ x منهای 1 به بیس 4 مساوی با 3. این الان داریم لاگ x منهای 1 مساوی با 3. برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم چیکار میکنیم؟ میایم دو طرف تساوی رو به بیس 4 میرسیم. الان این بیسش 4، مثلا این لاگ بیس لاگ 4، میایم خود اینو به صورت اکسپوننت مینویسیم، یعنی یه 4 اینجا میذاریم، یه 4 هم این طرف میذاریم. چرا؟ چون که لاگ 4 الان شده به اصطلاح اکسپوننت این بیس، چون لاگ 4 و اکسپوننت 4 اینورس فانکشن همدیگن، مسلما پس اینا همدیگه رو آندو میکنن، یعنی از بین میبرن. چرا؟ چون که اینورس فانکشنه. به خاطر همین این کارو کردیم که از این طرف قضیه، از این طرف تساوی میمونه x منهای 1، از اون طرف تساوی 4 به توان 3 داریم. پس خیلی راحت تونستیم بکنیم x منهای 1 مساوی با 4 به توان 3. 4 به توان 3 هستش 64، 4 به توان 3 هستش 64. به طرفین تساوی 1 اضافه میکنیم، x مساوی میشه با 65. جواب این سوالمون x 65. دیدین که چیکار کردیم؟ فقط به بیس همون رسوندیم اکسپوننتمون رو که تونستیم این دوتا فانکشنمون به صورت لاگمون و بیسمون که اینورس فانکشن همدیگر رو آندو بکنه، از بین ببره و بتونیم راحتی مسئله رو مثل این قضیه رو حل بکنیم. مثال دوم هست لاگ 30
cx منهای لاگ 6 مساوی با 4. در قوانینی که قبلا صحبت کردیم دیدیم که موقعی که این علامت وسط منهاست، این دوتا لاگ رو به یه لاگ تبدیل میکنیم. به جای لاگ c منهای x و منهای لاگ 6 میتونیم بنویسیم لاگ cx تقسیم بر 6 تقسیم بر 6 مساوی با 4. چیکار کردیم؟ فقط تونستیم این کار بکنیم که به جای، چون علامت این تساویه شد، لاگ cx تقسیم بر 6 به یه لاگ تبدیل کردیم. cx تقسیم بر 6 این میشه 5x، ساده میشه 5x. پس این طرف تساویمون میشه لاگ 5x مساوی با 4. این کارو مثل دفعه قبل به بیس، به اصطلاح میخوایم از بین ببریم، به بیس 10 میرسیم. چون که لاگ موقع که بیس رو ننوشته باشه میدونیم که اینجا خودش به طور اتومات 10. اگه ننوشته باشه میفهمیم که این بیس 10. چون که این بیس 10 ما اینو میکنیم بیس، به اصطلاح این اکسپوننت بیس 10 بشه. این ور تساوی به بیس، به اصطلاح 10، این ور تساوی هم به بیس 10. موقعی که این کارو میکنیم مثل مسئله قبل اینا همدیگر رو آندو میکنن. چرا؟ چون اکسپوننت و لگاریتم اینورس فانکشن همدیگر، این دوتا همدیگر رو آندو میکنن. و از این ور قضیه میمونه 5x، از این ور تساوی میمونه 10 به توان 4. 10 به توان 4 هستش 10,000. 10 به توان 4 میشه 10,000. پس x مساوی میشه با طرفین قضیه رو، طرفین تساوی رو به 5 تقسیم میکنیم، میشه x مساوی میشه با 10,000 تقسیم بر 5 مساوی میشه با 2000. پس یعنی x مون، جواب این مسئله x مون مساوی میشه با 2000. مسئله بعد داریم پاور استفاده میکنیم. لاگ x2 که به بیس 3 هستش مساوی با 8. این چیکار میکنیم؟ لاگ پاور که داشتیم، این 2 از این پاور میاد به حاصل ضرب تبدیل میشه، یعنی میشه 2 لاگ x به بیس 3 مساوی با 8. این 2 از اینجا اومد به پشت به اصطلاح لاگ نشست، حاصل ضرب تبدیل شد. طرفین این تساوی رو به 2 تقسیم میکنیم برای اینکه این 2 از بین بره. پس میشه لاگ x در بیس 3 مساوی با 8 تقسیم بر 2 4. دقیقا مثل قبل عمل میکنیم. الان چیکار میکنیم؟ این میبینین بیس 3 هستش، چون بیس این لاگ 3 هستش، اینم میکنیم اکسپوننت بیس 3. این طرف تساوی رو به بیس 3، این طرف تساوی رو به بیس 3. پس نهایتا این کار کردیم. چرا؟ چون که اکسپوننت لاگ بیس 3 که خودش اکسپوننت بیس 3 باشه، همدیگه اینورس فانکشن همدیگه و همدیگه آندو میکنن. این طرف قضیه اینا همدیگه آندو میکنن، میمونه x. از اون طرف قضیه میمونه 3 به توان 4. پس میشه از x میشه 81. x مون میشه 3 به توان 4 یا 81. 3 به توان 4 یعنی 3 ضرب در 3 ضرب در 3 ضرب در 3، یعنی اینکه 3 ضرب در 3 ضرب در 3 ضرب در 3. 3 تا 9 تا 3 تا 27 تا 3 تا 27 تا 84 تا فکر میکنم میشه. 3 تا 27 تا نه 81 میشه. 3 تا 27 تا میشه 81. پس x مون شد 81 در این قضیه. مسئله هشتمی هستش لاگ x به علاوه لاگ x به علاوه 3 مساوی با 1. قانون داشتیم اگر دو تا لاگ باشه، بیسمون یکی باشه، اگر علامت این وسط تساویه،
مسلما میشه میتونیم بنویسیم لاگ، یعنی یه دونه لاگ بنویسیم x ضرب داره این پروداکتش میشه، یعنی x میشه ضرب داره x به علاوه 3، این مساوی میشه با 1. پس این شد حاصل ضرب شد، یک دونه لاگ هم این وسط شد. حالا موقعی که این لاگ اینجا نوشته نشده یعنی اینکه 10، اگه نوشته نشده میدونیم که 10، به خاطر همین میایم به بیس 10 میرسونیم، طرفین قضیه رو، طرفین تساوی رو به بیس 10 میرسونیم. این طرف اکسپوننت و لاگ همدیگه رو، اکسپوننت و لاگ چون که اینورس فانکشنه همدیگه رو از بین میبرن، آندو میکنن. از این طرف قضیه میمونه x ضرب در x به علاوه 3، x در x به علاوه 3. از این طرف قضیه میمونه 10 به توان 1. هر عدد به توان 1 خود اون عدده، پس 10 به توان 1 میشه خودش 10. x رو در هم بسیار دیستریبیوت میکنیم در این پرانتز، میشه x در x میشه x2 به علاوه 3x مساوی با 10. 10 رو میاریم این طرف تساوی که برابر 0 بشه، یعنی به دو طرف اینجا منهای 10 اضافه میکنیم، این هم منهای 10 اضافه میکنیم، این طرف قضیه میشه 0، کنسل آوت میکنیم میشه 0، این طرف قضیه میشه x2 به علاوه 3x منهای 10 مساوی با 0. پس مسلما میشه تجزیهش میکنیم که به حاصل ضربش تبدیل بشه، مساوی با 0 میشه. یکی x حاصل ضربشون 10 میشه 2 5 تا 10 تا که یکیش منفی یکیش مثبت، علامت این وسطه که منفی میشه، یکی مثبت میشه 2 5 تا 10 تا 3 بزرگتر است 5 بزرگتر است 5 بزرگتر است، پس میشه 5 مثبت، این هم میشه 2 منفی. پس این تجزیه کردیم به این دوتا حالت در اومد x برای 5 ضرب داره x منهای 2 مساوی با 0. اینا دیگه متوجه باشین که مسائل جبریه که داریم حل میکنیم، دیگه به لگاریتمی کاری نداره، اینا دیگه کارهایی که جبری میکنیم. x برای دو تا حاصل ضرب داریم، حاصل ضرب دو عدد موقعی که 0 باشه یکی از اون عدد حداقل برابر با 0، یعنی یا x برای 5 مساوی با 0، x برای 5 مساوی با 0 یا x منهای 2 مساوی 0. اگه x برای 5 مساوی با 0 باشه این نتیجه میده x مون مساوی با منهای 5 میشه. اگه x منهای 2 مساوی با 0 باشه نتیجه میده x مون مساوی با 2. می‌بینیم که در اینجا دو تا حالت داشتیم، یعنی اینکه دو تا جواب به دست آوردیم برای x منهای 5 و x مساوی با 2. آیا میخوایم حالا ببینیم که آیا این دو تا جواب درسته یا نه؟ به خاطر همین این دوتا رو پلاگین میکنیم توی بسا ایکویشن اولیه‌مون. ایکویشن اولیه‌مون به این اگه منهای 5 بذاریم لاگ منهای 5، می‌بینید خود به خود لاگ منهای 5 اصلا رد میشه، چون که لاگ حتما باید پوزیتیو باشه، x نمیتونه منهای 5 باشه اینجا، پس این x جوابمون نیست. x دومی جوابمونه، x مساویه با 2. اگه بذاریم به اصطلاح حل بکنیم میبینیم که x2 میشه جواب میده، 2 بذاریم میشه لاگ 2 به علاوه لاگ 5 مساوی با 1. مسلما میبینه که جوابمون درست در میاد. پس بنابراین جواب این مسئله مون شد x مساوی با 2. برای مسئله آخری هستش این لاگ 5x مساوی با لاگ 2x به علاوه 9. این چیکار میکنیم؟ دو طرف قضیه، دو طرف تساوی لاگ و بیسش یکیه، پس بنابراین این دوتا اینجا هم با هم برابره، یعنی 5x مون مساوی با 2x به علاوه 9. 5x مساوی با 2x به علاوه 9. در این طرف چیکار میکنیم؟ منهای 2xش میکنیم، منهای 2x اینا کنسل آوت میکنه، این میشه 3x
مساویه با 9، x مساویه با 9 سوم یا 3. طرفین رو به 3 تقسیم میکنیم، یعنی میشه 9 سوم یا 3. و این چند تا مثالی که حل کردیم، امیدوارم که بحث لگاریتمی یه مقداری براتون ساده تر شده باشه.